کارچه 737 کنون بسیار 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 راحته. یه طرفش یه دونه پیچ داره، این پیچ رو وا میکنیم، پیچه که وا کردیم من یه چسب بیشتر اینجا لطف کردن دارم بکنم. درپوش در میاد. درپوش که در اومد به صورت کشویی میکشین باز میشه. نگاه کنید این و این کشویی میره تو این دوتا سولاخه. این جا هم خواستید بزنید دوباره به همین صورت کشویی میذارین، جا میره کشویی در میاد. دوباره مخزن تونه، مخزن زایات، ایناش دیگه مثل روتینه. اینا رو اگه یاد گرفته باشین چیز روتینیه. دوباره درامو در میاریم، فوم رول در میاریم، بلید دوتا پیچه، اگه آموزش های قبلی ما رو دیده باشین اینا رو من به این سرعت نگفتم، با دقت و صبر و حوصله توضیح دادم. پس اگه اینا رو متوجه نمیشین برید آموزش های قبلی ما رو ببینید. من یه ذره سرعتم بالاه واسه هم. دوباره این یه پیچ داره، اینا باز میکنیم. شما کارتریج که براتون میاد شما نمیدونید قبلا، اگه مشتری خودتون بوده که خب بابا، ولی اصولا مشتری های گذری برای کارتریج میاد، شما نمیدونید قبلا تو این کارتریج چه پودری ریخته شده و احیانا اگه میبینید مخزن تونرش پره شما باید خالیش کنید. چرا باید خالیش کنید؟ چون تونری که قبلا تو این مخزن بوده فرق میکنه با تونری که شما میخواید ببینید. اگه اینو خالی نکنید و سرش بریزین، یعنی پود بهش اضافه کنین، باعث میشه که زمینه بزنه براتون کارتریج و اصطلاحاً برگر سیاه میکنه و 100% شما کسیه که نمیشناسید، مطمئن نیستین که مشتری خودتون بوده یا نه، خالی کنید. من مشتری خودم رو چون شناخت دارم همیشه پیش من میان، خالی نمی کنم، ولی شما خالی کنید. خب ما الان رفتیم مخزنامون رو باد گرفتیم، مخزن تونه و مخزن زایاتمون رو تخلیه کردیم. مگنتمون رو یه دستمال بکشیم ببینیم در چه وضعی به سر میبره. خوشبختانه این مگنت سالمه، نیاز به تعویض نداره. و فوم رولمون رو دوباره فوم رولمون هم یه دستمال خیس میکشید. سعی کنید به فوم رول تینری یا الکلی نزنید چون اذیت میشه، عمرش میاد پایین. با آب یا شیشه پاک کن تمیز کنید، کسی که یه روش میاد لازم نیست آنچنان وقتی بذارید. و میرسیم به درام. خوشبختانه این درامش هم درام زیاد مستهلکی نیست. میگم بستگی داره به این که مشتریتون چه جور مشتری باشه، خیلی حساس باشه یا نه. این مشتری که الان من دارم مشتریه که براش به صرفه بودن مهمه و این درام الان من عوض نمی کنم. ولی اگه مشتری بود که خیلی حساس بود، براش کیفیت خیلی مهم بود، عوض میکردم 100%. برای بستنش بلد یه پیم داره اینجا، باید جا بزنید. دوباره پیچ خودرو تکرار مکررات، اول میذارین یه نیم دور میتابونید، یه تقی میکنه، بعد صفر میکنید.
خونتون رو جا میزنید. درامتون رو جا میزنید. خب طرف مخزن ضایعاتمون تکمیل شد. میرسیم به طرف مخزن تونل. دوباره دوتا دونه بوش داره. بوش بزرگه واسه سنتیه که چرخ نمیخوره. چرخ بنده و از این درپوش باید تونلش کنیم. مگنتمون مگنت سر همه یونیورسال 1200. و یه نکته ای که حتما باید توجه کنید این که معیار نیست که شما زیاد پود بریزین توش. شما اگه زیاد بریزین چرخنده ها جام میکنه، فشار میاد به دستگاه و مشکل ساز میشه. شما اگه ندارین پیچ گوشتی هم میتونید مخزن کنید حدودا 2/3. قشنگ معلومه اگه دقت کنید این یه ذره دیگه میخواد. اگه ترازو هم داشتید که دیگه 150 گرم نیست. و درپوش مگنت الان دقت کنید این کثیفه. وقتی که کثیفه درست باردهی نمیکنه. شما یه اسپری خوش اگه داشته باشین اسپری خوش میزنید قشنگ تمیز میشه. همین اسپری خوش که کوچیکه الان من زدم باعث میشه کیفیت چاپ خیلی فرقش بشه. میتابونیم. پیک روش عالی. پیچش هم میدارم. دوباره یه دور برعکس یه دور تق. هیچ وقت سعی نکنید چیزی ها با پیچ ببندید. پیچ باید نگهش داره. پیچ نباید صفر کنه. اگه دارید این کارا میکنید یعنی یه جایی اشتباه دارید عمل میکنید. خب این فنر رو میذارید اینجا. یه نیم دور میتابونید. این درپوش کارتریج نگه میداره میبنده. یه نیم دور میذارید گیر میکنه به حالا براتون بقیه‌اش میگم. کارتریج که میبندید دوباره توضیح میدم. میذارید مگنت جلوی درام میذارین فشار میدید چک میکنید ببینید قشنگ سر جاش قرار گرفته. این فنرهای اینجا باز مهمه. ببینید اینجوری اگه بدین دست مشتری به مشکل میخوره دست توجه میکنید صاف قشنگ خوشگل. دو تا داره یکی اون و یکی اون. حالا یه ذره داره بعد قلقی میکنه ولی صبور باشین. اوکی. حالا این درپوشی که گفتم به این صورت ببینید این مال سمتیه که درام میره میذاریم و این فنره که گفتم میاد پشت این درپوش. ببینید برای اینه دوباره یه پیچ داره. پیچشون هیچ وقت با پیچ گوشتی شارژی کارتریج شارژ نکنید چون پلاستیک تمام پیچ چای کارتریج ما و با پیچ گوشتی شارژی صدمه میبینه. این از 737.